خدا قسم حسین به عراق نیامد جز به دعوت شما، نیتی ندارد جز هدایت شما، آرزویی ندارد جز رهایی شما. حسین زیر بار ظلم نرفته و هرگز دست بیعت به خلیفه ستمکاری چون یزید نخواهد داد. با سخن و عمل حسین شیدایی او شدم، فدایی او شدم. به خدا قسم عیسی مسیح در ملکوت مشتاق دیدار حسین است. قسم به خالق خورشید و ماه و ستارگان، قسم به خالق زمین و دریاهای خروشان، قسم به نازل کننده باران که آمدم در حمایت از نوه پیامبر خاتم جان شیرینم را مؤمن علویان